این مرد نقابدار پیش یه زن و شوهر رفت و خواست زن رو ببوسه، اما زن به سرعت خودش رو کنار کشید. مرد نقابدار به جک گفت که اون زنش رو دوست داره و میخواد باش ازدواج کنه و حاضره به خاطرش کلی پول به جک بده. جک با شنیدن این حرف کتشو در آورد و از زنش خواست اونجا رو ترک کنه تا به حساب مرد نقابدار برسه، اما با رفتن زنش اون معامله رو قبول کرد و از مرد خواست تا نقابش رو ورداره. زمانی که مرد نقابش رو ورداشت، جک دید اون برادرش الکسه، اما این نظر جک رو عوض نکرد و قرار شد الکس با زنش بخوابه. پس جک برادرش رو به خونش دعوتش کرد و سعی کرد با صحبت کردن زنش رو برای اون کار راضی کنه. اما زن جک حسابی ناراحت شد و اونجا رو ترک کرد، ولی جک نتونست بی خیال پول‌ها بشه و سراغ نقشه دوم رفت و زمانی که همسرش می‌خواست بخوابه چشمای اون رو بست و الکس رو کنار زنش گذاشت. اما الکس چشمند رو کنار زد و زن مرد با دیدن الکس به سرعت از تخت بیرون رفت. الکس همه چیز رو برای زن برادرش تعریف کرد و گفت می‌خواسته وفاداری جک رو آزمایش کنه و حالا جک توی این آزمایش شکست خورده و تمام پول‌هایی رو هم که اون به جک داده